فضل العمره، فضیلت عمره، یعنی عمره چی مرتبه، چی قدر، چی ثواب دارد، چی فایده های دارد. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. رواه البخاري و مسلم. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است، یعنی صحیح ترین حدیث است. از ابو هریره الله تعالی راضی شود، راوی اسلام، حافظ اسلام، الله تعالی از ایشان راضی شود، گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: از این عمره تا آن عمره کفاره ما بین آنها هست. یعنی این حدیث دلالت به بسیار کردن عمره میکند. یک انسان عمره که کرد، باز بعد گذشتن چندین ماه، 2 ماه 3 ماه یا زیاده از این، باز عمره کرد، آن گناه هایی که بین عمره گذشته و عمره نو کرده بود، عمره سبب میشد که آن گناه ها بخشیده شود. العمره الى العمره کفاره لما بینهما. از این عمره تا آن عمره گناه هایی که صادر شده است به سبب عمره کفاره میشد. این یک فضیلت عمره. بعد از آن در دوامش که والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور، حج مقبول، حجی که در آن گناه نشده است، او غیر جنت دیگه مکافات ندارد. گفتم یعنی معنای آن ندارد که فقط مکافاتش جنت، دیگر ثواب نمیگیرد. نه، یعنی از همه بالاترین مکافاتش جنت است. بلکه بعضی علما گفتن که لا بد ان يدخل الجنه، باید که به جنت درآید. حج شخصی که حجش مبرور شده است، یعنی در حج سخنهای لغو بیهوده نگفته است، سخنهای فحشا نگفته است، جدال و کشاکشی نکرده است، حقارت نکرده است، گناه نکرده است، ناس نکشیده است، سیگارت نکشیده است. در اثنای حج از آن ساعتی که نیت کرد لبیک حجتن گفت تا حلال شدنش گناه نکرده باشد، حج او مبرور است. یعنی حج او حج مقبول است، مکافات این حج جنت است. این یک حدیث دلالت به فضیلت عمره میکنه.